بسم الله الرحمن الرحیم. از این جلسه میخوایم آموزش مهارت اول ICDL2 یعنی مبانی کامپیوتر رو شروع کنیم. این جلسه شما رو با تاریخچه مختصری از کامپیوتر و 4 نوع از کاربردی ترین انواع کامپیوترها آشنا میکنیم. خب با این سوال وارد بحث میشیم. کامپیوتر چیست؟ کامپیوت در زبان انگلیسی به معنای محاسبه کردنه و کامپیوتر یعنی محاسبه گر. وقتی از اختراع کامپیوترها صحبت میکنیم در تاریخ اونها میبینیم که اول اومدن اختراع اولین ماشین حساب رو توضیح دادن، چون ماشین حساب‌ها در واقع نسل پیشرفته بودن که بعد از چرتکی‌ها تولید شدن و به مرور همین ماشین حساب‌ها پیشرفته تر شدن و تبدیل به کامپیوترهای امروزی شدن. پس اگر بخوایم سیر اختراع کامپیوتر رو ببینیم به این صورت میشه که اول چرتکه بوده، بعد ماشین حساب ساخته شد و بعد از اون کامپیوترهای امروزی اختراع شدن. کامپیوترهایی که اول ساخته شده بودن خیلی بزرگ و سنگین بودن. دلیل حجم و وزن زیادشون هم استفاده از تعداد زیادی لامپ‌های حرارتی داخل اونها بود. وسط‌های قرن 20 بود که اولین کامپیوترهای رومیزی با رویکرد استفاده شخصی یا خانگی وارد بازار شدند. این کامپیوترها با وجود سرعت بسیار پایینی که داشتن، قیمتشون خیلی زیاد بود. از سال 2000 میلادی به بعد کامپیوترهایی که با مانیتور LCD و کیس کار می‌کردن وارد بازار شدند. بعد از اونها به مرور لپتاپ و گوشه هوشمند دیگه تولید شدن که خب دیگه اینا نیازی به کیس هم ندارن و همون کارایی کامپیوترها رو میتونن داشته باشن و کارتون رو انجام بدن. در حال حاضر هم کامپیوترهای متنوعی وارد بازار شدن با ویژگی‌ها و کاربردهای مختلفی که خوبه با اونها آشنا بشیم. انواع کامپیوتر رو از جهت‌های مختلفی میشه تقسیم کرد، اما ما تو اینجا به 4 نوع از کاربردی ترین انواع کامپیوترها می‌خوایم اشاره کنیم و اونها رو با هم بررسی کنیم. نوع اول پرسونال کامپیوتر یا PC. همین کامپیوترهای شخصی که در منزل و محل کار از اونها استفاده می‌کنیم، همینا پرسونال کامپیوتر هستن که یا از کیس و مانیتور و موس و کیبورد تشکیل شدن یا محدود میشن به یه لپتاپ. به این مدل از کامپیوترها میگن پرسونال کامپیوتر یا کامپیوترهای شخصی. نوع دوم از کامپیوترهای پرکاربرد ورک استیشن ها هستن. این نوع از کامپیوترها هم رومیزی هستند اما با قابلیت‌های بیشتر از کامپیوترهایی که ما بهشون میگیم رومیزی. این کامپیوترها معمولاً با چند تا حافظه جانبی و پردازنده‌های زیادی برای کارهای گرافیکی و رسانه‌ای و طراحی بازی‌های کامپیوتری ساخته میشن. نوع سوم از کامپیوترهای پرکاربرد مینی کامپیوترها هستن. مینی کامپیوترها یک کیس کوچیکن که حتی کف دست هم جا میشن. خیلی جالبه. معمولا از این مینی کیس ها زمانی استفاده میکنن که فضای محیط کم باشه و جایی برای گذاشتن کیس های معمولی نباشه یا نمیخوان کیس در دسترس کاربر باشه. اینجور وقتا میان از این نوع کامپیوترها استفاده میکنن که عموما هم پشت مانیتورها پیش میشن. و نوع چهارم از کامپیوترهای پرکاربرد سوپر کامپیوتر یا ابر کامپیوترها هستند. ابر کامپیوترها از اتصال چندین کامپیوتر پرسرعت قوی ایجاد میشن. مراکز بزرگی که با حجم داده بالای اطلاعات سر و کار دارن میان از این نوع کامپیوترها استفاده میکنن چون نیازشون رو فقط این نوع کامپیوترها میتونن تامین بکنن. این کامپیوترها خیلی بزرگن و به خاطر حرارت زیادی که ازشون تولید میشه در فضاهای بزرگ و خاصی که سیستم برق و خنک کننده هم وجود داشته باشه قرار میگیرن تا در دمای مناسب نگهداری بشن.